اگر یگان وقت در تاجیکستان در فکر آن شوند که یگان روز را روز شعر اعلان کنند، انتخاب مناسبتر از 20 می نیست. دو شاعر بزرگترین تاجیک، مومن قنوات و لایق شیرعلی، در همین روز به دنیا آمدند. دو شاعری که به تعبیر ادبیاتشناس شعر تاجیک را از عمومی گویی رهایی بخشیدند. لایق و قنوات بودند که در برابر صدرالدین عینی، میرزا ترسنزاده، میرشکر، بازار صابر، گلرخسار و گلنظر، فرزانه و سیاوش پس از سالیان در باطلاق اسارت شعارهای خشک و زبان زده ایدئولوژی شوروی، در ماندن شعر ملی به مردم نشان دادند که شعر اصیل چیست. روز 20 می سال 2021 لایق شیرعلی به سن مبارک 80 رسید. سال آینده مومن قنوات به سن مبارک 90 می رسد، البته اگر عمر و وفایشان میکرد. استاد قنوات 18 می سال 2018 در عرفه زادروزش در سن 86 از دور این دنیا رفت. اجل استاد لایق را از ما خیلی جوان در تابستان سال 2001 در سن همگی 59 در بود. چند روز باز در تاجیکستان تنتنه‌های خاصه و با حشمت به مناسبت 80 سالگی لایق ادامه دارند. روز 20 می خوانندگان مکتب‌ها در سر مزار شاعر در آرامگاه لوچاب گرد آمده و شعرخوانی کردند. در زادگاه شهر پنجکین در قصر فرهنگی که کاخ لایق نامش کردند، با اشتراک تقریبا همه بزرگان ادبیات معاصر تاجیک جشن پرشکوه به یاد این یکی از رمزهای اساسی ادبیات تاجیک عصر 20 برگزار شد. امیدواریم سال آینده جشن 90 سالگی استاد مومن قنوات را به گونه‌ای که شایسته شهامت و بزرگی اوست دایر خواهند کرد، خصوصا بعد آنکه در وقت زنده بودنش در برگزاری جشن‌های 70 و 80 سالگیش خیلی کوتاهی کردیم.